با حیا باشیم. همه ما اول صبح که فرا میرسد این یادداشت به خاطر داشته باشیم، این توصیه به خاطر داشته باشیم: من امروز تا شب از حیا فاصله نگیرم. وارد مغازه میشوی حیا داشته باش، وارد مسجد میشوی حیا رعایت کن، با قایق به دریا میروی حیا رعایت کن که تو را جهت خیر میده و تو را از بسیاری لغزش ها، کوتاهی ها، خطاها نگه میدارد. چه صفت زیبایی است! و لحاظا حضرت رسول علیه السلام به یارانش فرمود: استحیوا من الله حق الحیا. شما از خدا خوب شرم کنید، خوب حیا کنید. اصحاب عرض کردند: همه ما یا رسول الله از خدا شرم داریم الحمدلله. راست گفتن. یاران پیامبر به معنای واقعی از خدا شرم داشتن. کسانی در میان آنها بودند مانند حضرت عثمان رضی الله عنه که حضرت فرمود عثمان اونقدر حیا دارد که فرشتگان از او شرم میکنن، فرشتگان خدا از او شرم میکنن. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها باید الگوی زنان مسلمان قرار بگیره. زنان مسلمان باید این زنها را، این شخصیت ها را الگوی خود بدانند. میدانید در چه حد و مرزی از حیا و شرم بود؟ میدانیم که رسول اکرم علیه السلام وقت رحلت کرد جسد پیامبر در خانه عایشه دفن شد. وقتی پدرش ابوبکر صدیق هم رحلت کرد در خانه عایشه دفن شد. پیامبر در خانه عایشه دفن شد، ابوبکر هم در خانه عایشه دفن شد. عایشه در خانه زندگی میکرد. میگوید که من گاه وقتی لباس هم سبک میکردم، از اون لباس های سنگین خودم را سبک میکردم، چون کسی نبود، پدرم بود و شوهرم و پدرم بود در خانه. اما وقتی که عمر رضی الله عنه شهید شد و اجازه گرفتن به توصیه خودش که در کنار پیامبر و ابوبکر در خانه عایشه دفن شود، میگوید از اون روز من لباسم سبک نکردم، چون عمر در خانه دفن بود. دیگه پدرم اضافه بر پدرم و شوهرم عمر بیگانه بود. من هیچ وقت لباسم را سبک نکردم در خانه. شرم از یک مرده که در خانه او دفن بوده. از زنده چطور شرم داشتن؟ چون قرآن به اونها توصیه کرده، خدا به اونها سفارش کرده و فرموده: یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. ای زنان پیامبر، چه افتخاری بالاتر از این که خدا به زنان پیامبر میده. میفرماید ای زنان پیامبر، شما مثل سایر زنان نیستید. تقوا اقتضا میکنه، تقوای زنان پیامبر اقتضا میکنه که وقتی سخن میگویید سخن شما حساب شده باشد، سخن نرم و باریک نباشه که جلب توجه کند. انسانهای بیمار دل تحریک شوند. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. خداوند متعال وقتی از دخترش حضرت شعیب علیه السلام در قرآن یاد میکنه که چگونه با موسی دیدار کرد و پیام پدرش را به او رساند، میگه فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء. یکی از دختران شعیب آمد
با کمال شرم و حیا راه میرفت و به موسی گفت که ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، پدر من از تو دعوت کرده به خانه ما بیایی تا به تو پاداش خوبی بدهد، خوبی که تو در حق ما کردی، آب گوسفندان ما دادی و ما از شرم و حیا نمیتونستیم در کنار مردان حضور پیدا کنیم، سنگ را برداریم، حیوانهایمون را آب بدهیم، تو آمدی این جوان مردی در حق ما انجام دادی. ما 2 تا دختر جوان بودیم، یک گوشه‌ای حضور داشتیم و نگاه کردی و دونستی و فهمیدی که نمیتونیم حیوانهامون را آب بدهیم، تو آمدی کمک کردی، حالا پدر من میخواد تلافی کند. چگونه آمد این دختر با شرم و حیا که موسی از این صحنه بسیار خوشش آمد و سرانجام از همین دخترم خواستگاری کرد و همین دخترم شد زن پیامبر اولوالعزم، پیامبر حضرت موسی علیه السلام. حیا همونطور که میدونیم عبارت است از کف نفس از بدیها و پستیها و بدنامیها. کف نفس با خجالت زدگی فرق داره. خجالت زدگی نشان از عجز و ناتوانی انسانه، اما حیا نشان از قوت و توانمندی انسانه. انسان میتونه خیلی کارهای خلاف انجام دهد ولی از انجام دادنش خودداری میکنه. چرا؟ چون شرم از خدا داره. شرم از خدا چیه؟ در همون دنباله حدیث که حضرت رسول علیه السلام به یارانش فرمود از خدا شرم داشته باشید اونطور که باید از خدا شرم داشته باشید. گفتن ما الحمدلله از خدا شرم داریم و عرض کردم که یاران پیامبر چگونه شرمشون چگونه بود. 2 تا مثال آوردم. فرمود که حیا و شرم از خدا اینه که ان تحفظ الرأس و ما وعا، این سر را با همه آنچه در این قسمت هست خوب کنترل کنی. چشمانت را کنترل کنی، زبانت را کنترل کنی، دهانت را کنترل کنی، گوشت را کنترل کنی، از شنیدن چیزهای زشت و تحریک کننده بدت بیاد، از شنیدن غیبت و بدگویی مسلمان بدت بیاد، از بدگویی کلامت آلوده کردن به بدزبانی بدت بیاد. که در حدیث الایمان الحیاء من الایمان، حیا از ایمان انسانه. والبذاء من الجفا، و بدزبانی و بیادبی نشانه جفاکاری انسانه. و ایمان و حیا جایش در بهشته، مؤمن جایش در بهشته و انسانهای با جفا جایشون در جهنمه. جایگاه ها هم مشخصه. و ان تحفظ البطن و ما حوا، فرمود حیا این از خدا که شکم را و همه اون چی شکم بر آن مشتمله حفظ کنی و نگه داری. اجازه ندهی لقمه حرام وارد شکم شود، اجازه ندهی شهوت بر تو غالب شود، به نوامیس دیگران چشم داشته باشی و تعدی و تجاوز داشته باشی. و تذکر الموت والبلا، حیا از خدا اینه که به یاد مرگ باشی، به یاد پوسیدگی بعد از مرگ باشی، به یاد صحنه های بعد از مرگ حضور در پیشگاه خدا باشی که خداوند متعال به تو میفرماید ای آدمی، ای بنده من، اقرأ کتابک. حالا خودت نامه خودت را بخون، خودت قضاوت کن. تو چی بودی؟ من در حق تو چی بودم؟ من چه رفتاری با تو داشتم و تو چه رفتاری با من داشتی؟ در یک روایت
که خداوند متعال میفرماید امر من و بنی آدم خیلی تعجب آوره، خیلی تعجب آوره، خیلی سوال برانگیزه. من اونها را آفریدم اما غیر من عبادت میکنن، من به اونها نعمت و خوبی دادم از غیر من تشکر میکنن، خیر من به سوی اونها سرازیره، شر اونها به سوی من میرسه، گناهشون، معصیتشون، جسارتشون، خلافکاریشون به سوی من میرسه، به من گزارش میشه، میدانم از اونها. آیا این شگفت‌آور نیست؟ آیا این سوال برانگیز نیست؟ انسانی که غرق نعمت خداست باید در برابر خدا نهایت بندگی، شکرگزاری، خوب رفتاری و اطاعت داشته باشد. شرم کنیم از اون روزی که خدا به ما میفرماید اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. خودت نامه اعمال خودت را بخوان و قضاوت کن، ببین چه کردی، چه گفتی، چه خوردی، چه بردی. پرونده اعمال خودت را بررسی کن ای انسان. بدبختی انسان از کجا سرچشمه میگیرد؟ بدبختی انسان از نبود حیا سرچشمه میگیرد. اینو به خاطر بسپاریم. انسانهایی که از حیا بدورند در وادی هلاکت و بدبختی افتاده اند. در حدیث مستدرک حاکمه که رسول اکرم علیه الصلاة والسلام می فرماید ان الله اذا اراد ان يهلك عبدا نزع منه الحیا. خداوند وقتی بخواهد کسی را بدبخت کند حیا را از او میگیرد، حیا از او میگیرد. فاذا نزع منه الحیا، وقتی حیا از او گرفته شد چی میشه؟ به کجا میرسه؟ لم تلقه الا مقیتا ممقتا. او را نمییابی مگر انسان منفور، مگر انسان مبغوض منفوره. حیا از او گرفته شد، هم خدا از او بدش میاد، هم بندگان خدا از او بدش میاد. همه انسان ها از فرد بی حیا بدشون میاد. همین که یک فرد بی حیا آمد خودشون جمع جور میکنن، میگه مواظب باشیم که این بی حیاست، مواظب گفتار خودش نیست، حد که حرمت میکنه، آبروریزی میکنه، پرده‌دری میکنه، اسرار را برملا میکنه. همه از او وحشت دارن و در دل بد او میخواهند و نفرینش میکنن. آیا اینطور نیست؟ فاذا لم تلقه الا مقیتا ممقتا نزعت منه الامانه. وقتی به اون درجه رسید، امانت یک صفت بسیار برجسته است، از نشانه های اصلی ایمان، از او گرفته می شود. امانت از او گرفته می شود. چه کسی خیانت میکنه در حق الناس؟ چه کسی به خود اجازه ظلم و ستمگری میده به انسان ها؟ کسی که حیا نداره. نزعت منه الامانه. فاذا نزعت منه الامانه لم تلقه الا خائنا مخونا. وقتی امانت از او گرفته شد دیگر او را نمییابه مگر انسان خیانت پیشه، خائن دانسته شده. هم خیانتکاره و هم همه او را به عنوان خائن میشناسند. انسان خائن از چشم همه میفته، هیچ کس به او اعتماد نمیکنه و نباید به او اعتماد شود. فاذا لم تلقه الا خائنا مخونا نزعت منه الرحمه. انسان های خیانت پیشه هم صفت رحمت و مهر و عطوفت از اونها گرفته میشه. دیگه نه به فقیر رحم دارن، نه به مسکین رحم دارن، نه به مظلوم رحم دارن، نه به همسر رحم دارن، نه به هیچ کس رحم ندارن، انصاف ندارن. وقتی انسان از این صفت بی بهره باشه چی میشه؟ یک درنده، یک ستمگر، یک طاغی و سرکش.
تا دستش برسد ستم میکنه، تا توانش اجازه دهد اذیت و آزار میرسونه به خلق خدا و بندگان خدا. و کسی که این چنین خوی اذیت و آزاری داشته باشد از عنایت خدا و رحمت خدا هم محروم میشه، چرا که خدا به کسی رحم میکنه که رحم داشته باشه. الراحمون یرحمهم الرحمن، هر که رحم داره خدا به او رحم میکنه. وای به حال کسی که رحم نداره، وای به حال کسی که انصاف نداره. خب وقتی رحمت از او گرفته شد چی میشه؟ فاذا نزعت منه الرحمه لم تلقه الا رجیما ملعنا، او را نمیابی مگر طرد شده نفرین شده از رحمت خدا، طرد والعیاذ بالله. مثل شیطان میگیم رجیم یعنی طرد شده، رانده شده. میگیم لعین لعنت شده، کسی که رحمت نداره هم ردیف شیطان قرار میگیره. وقتی که به اون درجه رسید چی میشه؟ کسی که طرد شده باشد، رجیم باشد، ملعن باشد، نفرین شده باشد، لعنت خدا و فرشتگان و بندگان خدا شامل حال او شود، چی میشود؟ نزعت منه ربقة الاسلام، رشته اسلام از او گرفته شده است. دیگر چیزی برای او از اسلام و دین، هیچ چیزی برای او باقی نمیمانه. بیاییم هم خودمون را، هم فرزندان خودمون را، هم افراد جامعه خودمون را بر صفت والا و پسندیده حیا و شرم تربیت کنیم، توصیه و سفارش کنیم، این راه را در پیش بگیریم، این جهتگیری داشته باشیم تا جامعه ما یک جامعه اخلاقی باشد، به معنای واقعی جامعه نمونه باشد. جامعه نمونه عزیزان در این نیست که خانه های مجلل، خیابان های آنچنانی، درآمدهای افسانه ای و چنین و چنان داشته باشد. نه، یک جامعه نمونه به جامعه گفته میشه که همه افراد و آحاد آن با اخلاق باشند، مردش، زنش، پیرش، جوانش. چه زیباست وقتی تمام افراد جامعه این حس مسئولیت و این احساس و نگرش و این دیدگاه در آنها قوی و پررنگ باشه، به خصوص اگر جوانهای جامعه، جوانهایی که بیش از دیگران در معرض تهاجم شیطان قرار دارند، بیش از دیگران در معرض فریب شیطان هستند و شیطان روی آنها بیشتر سرمایه گذاری میکنه و برنامه ریزی میکنه. اگر جوانهای ما جوانهای با حیا باشند، در رفتارشون، در کردارشون، در اخلاق فردیشون، اخلاق اجتماعیشون، در خلوتگاهشون، در جلوتگاهشون، در همه این شرایط اگر جوانهای با حیا باشند، قطعا اون جامعه یک جامعه موفقه، یک جامعه نمونه است. بهترین و بارزترین و شایسته و شاخصترین نشانه ادب داشتن حیاست. برای همه زیبنده است، همه باید حیا داشته باشیم عزیزان. ادب پیرایه نادان و داناست. به قول اقبال لاهوری ادب پیرایه نادان و داناست، یعنی زینت عالم و جاهله. ادب زینت عالم و جاهله. خوشان کو از ادب خود را بیاراست، ندارم آن مسلمان زاده را دوست که در دانش فزود و در ادب کاست. مسلمان باید اخلاق مسلمانی داشته باشد،
همه خیر و خوبی در حیاست و همه شر و بدی در بی‌حیایی است. این سخنی است که از گذشته دور بر زبانها جاری بوده تا به پیامبر ما رسیده و پیامبر ما علیه السلام اون را تبلیغ کرده که فرمود ان مما ادرک الناس من النبوة الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. آنچه به انسانها رسیده از توصیه پیامبران پیشین، همه پیامبران امتها را این گونه توصیه کردن، این جمله است، این جمله اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر حیا نداری بکن هر چه خواستی. یعنی وقتی حیا نداری دیگر چیزی جلوت نمیگیره. گفته انسان ها هم تأثیر نمیکنه، آیات قرآن هم تأثیر نمیکنه، سخن پیامبر هم تأثیر نمیکنه. اگر حیا نداری بکن هر چه خواستی. این گفته همه پیامبران خدا بوده تا رسیده به پیامبر ما علیه السلام. حضرت شنید که شخصی برادر خود را درباره زیاد با حیا بودن نصیحت میکرد. خیلی با حیا بود، حتی میگفت این همه با حیا، این همه شرمی که تو داری به تو ضرر میرسانه. حضرت شنید، فرمود دعه، مزاحمش نباش، فان الحیاء من الایمان. حیا ثمره ایمانه و بخشی از ایمان برادر تو. ایمانش قوی است که حیایش قوی است، حیایش زیاده، ایمانش قوی است. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق دهد تا با آراستگی به فضائل و داشتن صفت حیا بتوانیم در جامعه خودمون برای دیگران سرمشق و نمونه و الگو باشیم و از دست زدن به هر کاری که موجب ناخشنودی خدا، موجب پریشانی وجدان، موجب بدنامی نزد دیگران هست پرهیز و دوری داشته باشیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.